یه ماجرای جالب براتون تعریف کنم الان که اینجا سوار ماشین شدم. دختر ایرانی به ما تکست داد من اوسی زندگی میکنم و بیا اینجا پیش من و من اینجوریم. عکساشم نگاه کردم، فالوش ندارم، دیدم بد نی. اولا که اومدم تو ساختمونش برم بالا، دیدم آسانسور 4-5 نفر پیاده شدن به جان قدیر، به دو دست بریده ابوالفضل، به زبان نجسم که مستم. آقا ایسان یکیشون مست بود پیچید، بهش گفتم داداش سیکتیرشو بزن دیگه. اون رفیقش نگه دوستت دارم اینا، گفتم داداش I love you دیگه خار مادر ما رو نگا دیگه برو. رفتم تو خونه، در رفتم تو، دیدم عکس خودش با یکی پاپیون زده. گفتم این که گفت شوهرمه داریم جدا میشیم. از در اومدم پایین، همین الان در کنار شما هستم، منتظرم اوبر برگرده بیاد برم الی. 1 ساعت اومدم، از در رفتم تو، عکسشو با شوهرش دیدم، گفت داریم جدا میشیم. نرفتم تو. داداش خودشناسی یه چیز مردونه میخوام به شما بگم. شما خواهر مادر من هستین، برادرای من هستین. 4-5 روزه با کسی نبودم. اون شبم که رفتم با دختره عصبی شدم، اومدم از خونه بیرون. خیلی امشب حاجی پرنی بودم، یعنی آتیشم بالا بود خارکوسه، همون حشری ایران دیگه. مطمئنم به خاطر امشب اتفاق عجیبی میفته.